چالش 5 روز، بازی از 5 تا از موزه‌های تهران. روز اولین جایی که رفتم موزه فرش بود و واقعا بهش کم لطفی میشه، خیلی جای جذابیه. اولین قالی که باش برخورد کردم یه قالی بود مال سده 14، طرحش عین پازیریک بود و واقعا از نزدیک دیدنش برام خیلی جالب بود. قالی بعدی قالی 4 فصل بود و همونجور که داریم می‌بینیم فصل بهارش پاسارگاده، تابستونش سلطانیه زنجانه، پاییزش ایوان مدائن یا تیسفونه و زمستونم که مسجد کبود تبریزه. قالی بعدیمونم که اسمش دروازه بهشته، خیلی قالی جالبی بود واسم، هم به خاطر طرح‌هایی که داشت، اون لچک بالاش خیلی جالب بود که به بهشت ختم می‌شد. قالی بعدی که قالی مورد علاقمه قالی بوستانه. خود بافتن این قالی 6-7 سال طول کشیده و شما ببینید دیگه برجستگیاش واقعا نزدیک جالب بود. یه سری هم فرش بود که چهره بزرگان و حاکمان اون دوران ساخته شده بود و این بغلای فرشا نقشه راه بود. مثلا بالای سرشون میومد یه عدد میزد و اون بالا میتونستی توی این گوشه های فرش اسم طرف رو پیدا کنی. الان بغل حضرت مسیح ارسطوئه مثلا. خب دیگه من بقیه‌شو واسهتون نذاشتم اینجا که خودتون برید به موزه فرش سری بزنید.